ناله و فریاد باز هم در کوچه های شهر کابل جا گرفته. حمله انتحاری در مقابل درب استر محکمه افغانستان از خانواده ای سرپرستش را گرفته و از فامیل ستون و شمهای فروزانش را. شکیبا زنی بود که همت یک مرد را در سینه داشت و یگانه نانآور خانواده اش بود، اما دیگر نیست. خانه اش در برفباری های اخیر ویران گردیده و به تازگی به منزل اقاربش پناه آورده بود. همین کار میکرد، از کار برگشته بود آمد درا. مگویان در خانه کار میکرد. حمله عصر روز سه‌شنبه همدم و نور دیده جان آقا یعنی همسر و دختر جوانش را از او گرفت و دختر دیگرش هنوز هم در یکی از شفاخانه های شهر کابل با مرگ دست و پنجه نرم می کند. جان آقا شوهر شکیبا از حکومت می خواهد تا جلوی ناامنی ها را گرفته و به مشکلات مردم رسیدگی کند. از این دولت دارای ما اینمی خواهش داریم که یا جور کنن یا اعلام کنن برن یک طرف دیگه. توقع مردم در خون و خاک میشونن همیشه. حالا می اولادم چی گناه داشته که مثلا دی حالت سه که دختر 13 ساله در خون شط میزنه، مادرش طرف دختره که ریزیم در شفاخانه. ندای 13 ساله که هزاران امید را در دل داشت امروز پدرش را تنها گذاشته به خانه ابدیش می رود. سارا دختر کوچک این خانواده که 10 سال عمر دارد هنوز هم در انتظار است، اما جنازه مادر و خواهرش یک جا به تپه بیبی مهروی شهر کابل به خاک سپرده شد. میرشاد پسر جوان شکیبا است که هنوز در صنف 8 مکتب درس میخواند. او در مورد مادرش چنین میگوید: مادر به اگاه وقت دکار میرفت، بازو روز دیگه رفته بود، همشیره ما برده بود پیش دکتر، همی همشیره که شهید شده. ایره برده بود پیش دکتر، دستای دانه برام از طرف که آمده بودن پای پیدا آمده بودن نگهداری شده بود یا شهید شده. ایگه کام کرانشین هستن، خانه نیست، یعنی به بیگاه را پیدا کردن، به صبح نیافتن، اگر صبح پیدا کردن به شو نیافتن، بچه روزگار رفتن، در بدر شده، همگی در بدر شد. در این حال مولای مسجد حضرت مصطفی که برای این میت دعا میخواند این عمل را غیر اسلامی عنوان کرده و میگوید که هیچ مسلمانی حق ندارد زندگی مسلمان بیگناهی دیگری را بگیرد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه رویداد انتحاری روز سه‌شنبه در برابر درب استر محکمه حداقل 22 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشته است که زنان و اطفال شامل آن می باشند و اکثرشان افراد ملکی هستند.